آتسا بله. حوصله‌ام سر رفته. امروز کجا می‌خوایم بریم؟ بیام خوام ببرمت گرونترین و باحالترین خیابونای رشت رو با هم بگردیم. همون جایی که جای دور دختر پسر رشتیه. بریم. بچه‌ها اینجا بولوار گیلانه که یکی از بهترین خیابونای رشته و محل برای دور با ماشین که جوونا میان معمولا اینجا دور میکنن. یه خیابون خیلی باحالیه، مخصوصا شبا که وایبش خیلی خوبه. حالا الان هنوز شروع نشده اون میزان شلوغیش دورش اینا، ولی کلی کافه و کلی مغازه‌های باحال توی این خیابونه. با هم دیگه بریم ببینیم. اینجا هم فکرم تازه باز شده. این نمایندگی پوماه درسته؟ ها؟ تازه باز شده. آره خیلی هم خوشگله. اینجا هم گراده. اگه هم فکر میکنم که اینجا برای از نظر قیمت خودم یکی از گرونترین مناطق رشته. درسته؟ البته بچه‌ها ما چون جمعه اومدیم تعطیلی از خب ساعت الان چنده؟ 5:30. یه خورده بگذره شلوغ‌تر میشه و ما به خاطر اینکه چراغای بولوار رو روشن نمی‌کنن تاریک میشه این ساعت گرفتیم که میشه. البته هدفمون که مغازه‌ها و خیابون‌ها رو به شما نشون بدیم، ولی باز با این حال اون وایب خوبش رو داره. نه اینطور نیست؟ آره اینجا این جلو یه بخشی که پر کافی شاپ و رستوران و اینا خیلی باحاله. بریم اینجا. میگم فکر میکنم که اینجا برای از نظر قیمت خودم یکی از گرونترین مناطق رشته. درسته؟ آره 100%. ببین اینجا رو پر کافه و بستنی فروشی اینجا خیلی باحاله. رستوران اینجا یا حالت فودکورتوریه ولی خب کلی کافه و غذاخوری و اینجور داستانا داره. یه دونه اینجا رستوران از سوسیج من خیلی دوست دارم. انواع سس‌های دستساز داره. ببین اون بستنی فروشیش هم خیلی خوبه. اون خامچال این برام هست. این هم بستنیاش خوشمزه است. اون مغازه. حالا ما میاییم. ما الان میخوایم یه خورده کلا منطقه گلچا رو به شما نشون بدیم. بعد این کامیونه 2 بار ضبط ما رو به هم زده. 2 بار رکورد گرفتم اومد رفت. اینم تازه باز شده و فیوره به زبون گیلکی یعنی جوجه توقی. من نمیدونستم واقعا. آره فیوره. من فکر می‌کردم یه اسم خارجی انتخاب کرده. نه به زبون گیلکیه. آفرین. خیلی باحاله کافش. فیوره آره. باحال. عجب بار خوشمزه میاد. اونجا رو بگیر. اونجا یه مغازه است به اسم چای دکان. تو به دستم نشون بدم تو دوری. این برداشته تو تابلوشون. ببین انواع اقسام چایی‌ها رو داره با انواع اقسام ماچا. یعنی ماچا رو توی طعم‌های مختلف و خفن درست می‌کنه. بعد قیمتش خیلی خوبه. یه دونه کافه هستش تو خیابون جوان اگه اشتباه نکنم. درسته؟ چای داره. آره کافه ایران اسمش. بچه‌ها چایای خیلی خفنی داره. حالا اگر وقت شد میریم. اینجا هم بچه‌ها کوچه‌ها به عددن، یعنی اسم نیستن، بیشتر با عدد گلزار خونه کوچه هاش. مثلا الان 179 180. بچه این رستوران دوپامین خیلی خفنه. اگر اومدید رشت حتما بیاین این رستوران. خدا وکیلی یه خورده گرون هست ولی خوشمزه است. نون و اینا رو خودشون درست میکنن.
اینجا یکی از کوچه های بولوار گیلانه که خونه های خیلی باحالی داره. بکنم منطقه خیلی خوبی اینجا محسوب میشه. کلا تو رشت خیلی اصلا برج نداریم، درسته؟ بکنم بلندترین ساختمونای رشت شاید همینا باشن. فکر نمی‌کنم اصلا بلندتر از 6 طبقه اینا باشه. شاید باشم خیلی کمه که تجاریه بیشتر، درسته؟ خب خونه‌های این کوچه خیلی باحال بود، گفتیم به شما هم نشون بدیم. خیابون دیلمانه، یکی از خیابون‌های باحال رشت که من خودم عاشقشم. یه خیابون بزرگ و دلبازه که کلی کافه و رستوران داره. این برم یه بولوار به اسم بولوار امام علی که پر از کافه های باحاله که تازه باز شدن. البته هنوز همه کافه ها چون امروز تعطیل باز نیست، یه ذره بگذره باز بشه از همش براتون فیلم میگیریم. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel... اینجا پر از کافه است بچه ها، کافه های خیلی خوب. ما میخوایم باید آخر سر یک رو انتخاب کنیم و بریم میتونیم. این هربال هم این مغازه کلی چیزای چی هم؟ هرباریوم همرنگ لباس تو. این از برو وایسا جلوش، وایسا. خیلی شبیه هم. بیا بچه ها، این پیتزا فکتوری که اینجا میبینید واقعا پیتزاش خفنه، حتما بیا. کافه لیتیوم هم خیلی خوشگله. وسط خیابون داریم قدم میزنیم، به عشق شما ویدیو میگیریم. اگر تا الان ویدیو رو دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت برام بذارین. بچه این کافش کلا آینه است، برید داخلش دیوانه میشه. آره آینه است. یا نه میخوره آینه باشه. اوه این ماشین آوردن اینجا، با نیسان داشتن حمل میکردن. برو اونجا ما اینجا شیشتایی برش. خب ما دیگه اینجا تازه باز شده بود، اومدیم اینجاست، اسمش هم نمیدونم ولی خب کافه باقلوا. آره سبک ترکی بود، باحال بود، خیلی هم شلوغ بود. دیگه وای نستادیم انتخاب کنیم، همین انتخاب کردیم. حالا باقلواش هم تست میکنیم و بهتون میگیم. یه خوردم تو ویدیو گرفتم، محدودیت داریم به خاطر اینکه خیلی شلوغه. کلا سبکش ترکیه طوره. قیافه‌هاشون هم شبیه. آره کلاهی که گذاشتن فکر کنم بچه‌ها تو ویدیو دارن میبینن. بریم ببینیم چی به چی. تعدادش زیاده. این رستا یا رستایی که به شکل کوچیک‌تر میاد.
با این کارشون اینجوری میارن بچه این کافه تازه باز شده تو رشت و کلا فضاش مثل کافه‌های ترکیه‌ایه. بعد اصلا کلا پوشش کسایی که اینجا کار میکنن و همه چیزشو اومدن الگوبرداری کردن از کافه‌های ترکیه و خیلی وایب باحالی داره. بعد چای کلا اینجا رایگانه، هر تعدادی که چای بخوایم بگیریم. باقلواش هم خیلی خوشمزه بود. قهوه ترکیش هم که ما تست کردیم خوب بود، نه خوشمزه بود نظرم. و جالبه با اینکه تازه باز شده ولی خیلی شلوغه. مردم رشت خیلی استقبال کردن این قضیه. دیواراش هم خیلی خوشگل، من تابلوش خیلی خوشم اومد. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. یه توضیح در مورد جایی که رفتیم. ببین خب این خیابون پر از کافه است. حالا ما جایی که اومدیم من ندیده بودم، آتوش داده بود پیشنهاد داد رفتیم، تا اومدیم بیرون برق رفتش. در مورد قیمت هم بهتون بگم، سوتلاوای پسته خوردیم 2 تا 180. من گفت چای رایگانه، من گفتم خب رایگانه یه دونم قهوه ترک بگیم که تو ویدیو دیدید چه جوری بود. بعد مبلغ کلش رو 450. بعد ازش پرسیدم گفتم چجوری شد 450؟ گفتش که هر چای دونه 80، هر دونه چای شد 80، 2 تا چای شد 160. بعد گفتش که شارژش میشه به اصطلاح رایگان، یعنی در تا رفت تو پاچه ما، تا اومدیم بیرون برق رفتش.